روز قیامت میگوید پروردگار دوزخ رو آورده می شود. یعنی دوزخ این گونه آفریده شده است که آن را کشاله کنان به میدان قیامت می آورند. حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم جهنم را در روز قیامت می آورند که 70,000 زمام دارد و زمام همون ارغمچین یا رسمانی شدیده که با آن کشاله میکنن یا گفتیم زنجیره که با آن کشاله میکنن و پیامبر میگویند دوزخ رو می آورند با 70,000 زنجیر و هر یک آن 70,000 را 70,000 فرشته کشاله میکنند. سبحان الله، بزرگی جهنم رو ببینید که وقتی آن را کشاله کنند به نزد مردم می آورند مانند تصور کنید یک خانه که از این طرف آن طرف حاصل کوچانیده می شود